سلام خدمت تمام دوستان گرامی، بازنشستگان تامین اجتماعی، بیمه شدگان. لطفعلی پور هستم از مطالبه‌گران بازنشستگان شهرستان رودبار و استان گیلان. البته ما دوستانمون به عنوان یک انجمن مستقل هستند در استان و حقیرم به عنوان انجمن شهرستان. ما مطالبات عمومی غیر سیاسی صنفی رو پیگیری میکنیم که از تو این هفته، یعنی این هفته ما برنامه‌ای که داشتیم، جناب آقای بینش و آقای خدمتش عرض کنم دوستان دیگه تو استان و آقای نیک نژاد به عنوان مطالبه‌گر استانی و کشوری هستند و ایشون تو شهرستان هم که خب خیلی زحمت کشیدن و چندین بارم بابت مطالبات بازنشستگان سالهای سال داره زحمت میکشه که فعلا دنبال راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی هستیم که متاسفانه یک پروژه هستش که 31-2 ساله که بلا تکلیف مونده. من به عنوان دبیر حزب اعتدال و توسعه و تریبونی که داشتم آقای استاندار محترم شهریور ما چون یادآوری کردم بابت این پروژه و آقای نیک نژاد و آقای بینش و دوستان دیگه با معاونت سیاسی استانداری و امور درمان استان، امور درمان کشوری پیگیری کردن و بالاخره به این نتیجه رسید که ما بتونیم این کار رو از اون پیمانکاری که داره تخریب گفتم من میخوام تخریب کنیم ازشون که دارن قراردادشون رو دارن تغییر میدن و امروز ما قرار بود که به عنوان که از طرف دوستانمون گیلان که درمانگاه لاهیجان و شهرستان رودبار این دوتا رو برنامه کاری بود که انجام بدیم که من وظیفم بود که برم رودبار فرمانداری معاونت سیاسی آقای صالحی ایشون و معاونت عمرانی هم آقای رضایی ملاقاتی داشتیم. ایشون قرار شد که پیگیری باشن که طبق نامه‌ای که از استان ارسال شده و مجدد مکاتباتی انجام شده یک گزارش ارسال کنن که انشالله آقای دکتر حبیبی ما امور درمان انشالله که بتونیم این درمانگاه رو زودتر راه اندازی کنیم، به خاطر اینکه ما داریم پولش رو میدیم، همه با بیمه شدگان بازنشستگان پولش رو میدن، واریز وقتی ماهانه واریز میشه یا ما 30 سال واریز کردیم الان باید درمانمون رایگان باشه، دارو رایگان، آزمایش و رادیولوژی همه اینا رایگان باشه. اکثر شهرستان ها دارن، فقط ما شهرستان رودباری مقدار متاسفانه مشکل داریم که البته ما شهرستان منجیل قبل انقلاب درمانگاه تامین اجتماعی داشت و متاسفانه دیگه سالهای سالی که اون تعطیل شد و این درمانگاه منجیل هم هنوز که تو شهرک سارگران بود ساختمانش ساخته شد، افتتاح شد، ولی افتتاح فیزیکی ساختمون انجام شد و قرار شد که راه اندازی درمانی بشه که متاسفانه نشد و سالهای سال تخریب شد. ولی خب ما داریم پیگیریم و امروز هم من بجز همون پیگیری که نامه‌نگاری که استانی دوستانمون مطالبه‌گرا انجام داده بودن و آقای نیک نژاد اینا
ضمن اون بازم یک نامه دیگه هم اضافه کردیم براشون که چون بخوان بازم درمانگاه بسازن چندین سال شاید طول بکشه، در ازاش گفتیم یه مکان یا استیجاری یا تهاتری بیان با امور درمان بیاد با یکی از وزارتخونا که تو منطقه ساختمونایی دارن بلا تکلیف باشه یا چیزی باشه بتونیم یه درمانگاه به صورت موقت راه اندازی بشه تا زمانی که خود ساز اصلی ساخته بشه و افتتاح بشه. این بوده گزارشی که مال امروز 19 فروردین 1404. از همینجا تشکر میکنم از دوستانمون آقای مهندس احمدی، آقای بینش و سایر دوستان و آقای نیک نژادی که واقعا وقتشون رو گذاشتن بابت این موضوع. دستشون درد نکنه، انشالله که بتونیم یه خدمتی برای دوستان اینا انجام بدیم، چون ما هدفمون اینه که همه مردم از این امکانات استفاده کنن. ما خودمون حالا جسارت نباشه خب با ماشین میریم لوشان، میریم جای دیگه از این خدمات استفاده میکنیم، ولی اونی که نمیتونه بره تو این موقعیت اقتصادی این واقعا خیلی سخته و ما هدفمون کار ثوابه و الا خودمون اصلا نیازی به این موضوع نداریم، نه دنبال پست و مقام و سمت و این چیزا یا کاندید شدن نداریم، نه اینکه فقط کاندیدیت، هر کاندیدی مثلا تو همون کانون بازنشستگان یا غیره و هدف ثواب و انجام وظیفه است، وظیفه انسانی. قربان شما. لطفعلی پورم، عضو انجمن مخترعین، دبیر حزب اعتدال شهرستان و فعال عمرانی و فعال محیط زیست. اینا هیچ کدومشون حقوق نداره و حالا دبیرم که انتخاب کردم بخاطر ما توسعه عمران باشه و به عنوان پست و سمت نیستش. انشالله که بتونیم خدمت کنیم. به امید خدا که این 12,000 حدوداً شاید 13,000 بازنشسته داریم، حداقل 12-13 نفرشون با ما حمایت کنن هم بازم خیلی خیلی عالیه اگه بتونیم. حالا بیمه شدگان ما که خیلی زیادن، اگه حمایت کنن انشالله بتونیم که از این خدماتی که داره سالانه بودجه میشه حداقل ما استفاده کنیم. بزرگترین شهرستان رودبار هستیم. رودبار بزرگترین شهرستان تو گیلانه، ولی متاسفانه خدمات خیلی خودمون ضعیف میگیریم، ولی اگه مطالبه بشه پیگیری بشه خب خدمات گرفته میشه. چون ما چند مورد کارا رو انجام دادیم شده، ولی خود به خود نمیشه، باید با پیگیری و در چارچوب قانون، نه اینکه بیگدار و خدمت شما با این روش های دیگه نمیتونن کسی کاری انجام بده بس کار خراب کردن. یا علی